زندگی پر از بالا و پایینه. Life is full of ups and downs. پر از آره و نه. Full of yeses and nos. ما باید یاد بگیریم چطور با فصلهای سردش کنار بیاییم. We need to learn how to get through its cold seasons. باید یاد بگیریم تا بتونیم حتی از موانع زندگی لذت ببریم. We need to learn how to enjoy life even with its obstacles. اگر دوست داری ذهن آرومتری داشته باشی، If you want to have a calmer mind, کنار ما باش تا با هم مهارت‌های یک زندگی خوب رو یاد بگیریم. stay with us and let's learn the skills of a good life together. قسمت 57. اگه چیزی برای گفتن نداری چیزی نگو. تمایل به گزافه‌گویی. وقتی از دختر شایسته اهل کارولینای جنوبی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود پرسیدن چرا یه پنجم آمریکایی‌ها نمیتونن کشورشون رو نقشه پیدا کنن، مقابل دوربین پاسخ داد به شخصه فکر میکنم اهالی آمریکا نمیتونن این کارو بکنن چون کسانی در کشور ما هستن که نقشه ندارن و من فکر میکنم آموزش و پرورش ما مثلا آفریقای جنوبی یا عراق همه جا مثلا و من فکر میکنم که اونا باید آموزش و پرورش ما در اینجا یعنی آمریکا باید به آمریکا کمک کنه، به آفریقای جنوبی کمک کنه و به عراق و کشورهای آسیایی کمک کنه تا بتونیم آینده‌مون رو بسازیم. این ویدیو دیوانه‌وار در فضای مجازی منتشر شد. تأسف برانگیزه مگه نه؟ اما نباید زمانی زیادی رو صرف گوش دادن به سخنان ملکه‌های زیبایی کرد. خب این جمله چطور؟ یقینا هیچ گونه التزامی مبنی بر مرتبط بودن این انتقال روزافزون بازتابی سنن فرهنگی با دلایل محوری و آگاهی تاریخی آینده محور وجود ندارد. این جمله ها در واقع جمله هایی که بی‌معنان. تا جایی که ما با از هم پاشیدگی خویشتن‌داری از ساختار بین آزادیگانه یعنی همون توهم تماما فردگرایانه خودمختاری آگاه می‌شویم. چیزی به خاطرت اومد؟ فیلسوف و جامعه شناس مطرح آلمانی یورگن هابرماس در مابین حقایق و هنجارها در واقع به این مسئله اشاره کرده بود. هر دو این بیانیه‌ها ناشی از یک پدیده‌اند: تمایل به گزافه‌گویی. اینجا از انباشت کلمات برای پنهان کردن تنبلی روشنفکرانه، حماقت یا خام بودن یک نظریه استفاده میشه. گاهی جواب میده و گاهی هم جواب نمیده. برای ملکه زیبایی این راهکار انحرافی شدیداً ناکام موند، اما برای هابرماس احتمالاً جواب داد. هرچه ابهام کلمات سخنورانه تر باشه با احتمال بیشتری اسیرش میشیم. به خصوص اگه در کنار خطای مرجعیت از اون استفاده شه میتونه خیلی خطرناک باشه، چرا که ما هر حرف رو بدون کوچکترین سوالی میپذیریم. منم خودم بارها گرفتار خطای تمایل به گزافه‌گویی شدم. وقتی جوانتر بودم یه فیلسوف فرانسوی منو مسحور خودش کرد. کتاباشو میبلیدم اما حتی پس از بررسی‌های عمیق باز هم خیلی خوب متوجهشون نمیشدم. به همین دلیل نوشته‌های اون یه رایحه مرموز داشتن و این تجربیات منو ترغیب کرد پایان نامه خودم رو درباره فلسفه بنویسم. حالا که به گذشته نگاه میکنم هر دوی اونها یه مشت وراجی بیخاصیت بودن، هم کارهای اون فیلسوف و هم پایان نامه من. در زمان جهالتم مثل یه ربات بودم که فقط سیگار میکشید و حرف میزد و راه میرفت. تمایل به گزافه‌گویی به خصوص در ورزش خیلی متداوله. مسابقه کنندگانی که از نفس افتادن ورزشکارانی رو که خودشون از نفس افتادن مجبور میکنن لحظات بازی رو موشکافی کنن، در حالی که تنها چیزی که اونا میخوان بگن اینه که ما بازی رو باختیم. به همین سادگی. اما مجری باید هر طور شده زمان برنامه رو پر کنه و به نظر بهترین روش برای این کار پرحرفی و مجبور کردن ورزشکارا و مربی‌ها به پیوستن به اونهاست. پرحرفی نادانی رو مخفی میکنه. این پدیده در محیط‌های آکادمیک هم رسوخ کرده. هرچه یه شعبه از انتشارات علمی تعداد مقالات کمتری به چاپ برسه، باید جای اونو با وراجی پر کرد.
این قضیه رو به خصوص میشه در نظرات و پیشبینی‌های اقتصادی اقتصاددانا هم مشاهده کرد. در مقیاس کوچیک این موضوع در تجارت هم صادقه. هرچه شرایط یک شرکت بدتر باشه، سخنرانی‌های مدیر طولانی تر میشه. این پرحرفی تنها محدود به سخن گفتن بیشتر نمیشه، بلکه منجر به بیش فعالی هم میشه تا مشکلات پنهان بمونن. یه استثنای بارز البته مدیر عامل سابق جنرال الکتریک که فرد معروفی است. اون یه بار در مسابقه گفت نمیتونید باور کنید ساده و واضح رفتار کردن چقدر میتونه دشوار باشه. مردم از اینکه به عنوان یه ساده لوح به آنها نگاه بشه میترسن، اما در واقع عکسش درسته. در نتیجه چگونه بیان کردن آینه ای از ذهن ماست. افکار واضح بیان رو ساده بیان میکنن، در حالی که افکار مبهم به شکل پرگویی تو خالی از آب در میان. مشکل اونجاست که در بسیاری از موارد ما افکار شفافی نداریم برای صحبت کردن. جهان پیچیده است و حتی برای درک بخش کوچکی از اون نیاز به کوشش ذهنی فراوانه. تا وقتی چنین تجربه‌ای در ما تجلی نیافته، بهتر است به توصیه مارک توین توجه کنیم که گفت اگه چیزی برای گفتن نداری، چیزی نگو. سادگی در قله یه سفر طولانی و رنجاوره، نه در نقطه آغازش.